ساعت 9:17 صبح روز 5 مرداد ماه سال 1359 بود که درب اتاق باز شد و پرستار گفت شاه مرد. 11 صبح انور سادات با لباس نظامی به بیمارستان رفت و مستقیم به اتاق شاه رفت. دستش را روی قلب شاه گذاشت و گفت تو در ساعت 9:17 مردی و ایران در ساعت 25. آن روز کسی نفهمید انور سادات چه گفت و معنی ساعت 25 چیست. این خبر به ایران رسید. روزنامه کیهان و اطلاعات با خط درشت نوشتند شاه مرد. عده‌ای از مردم شاد شدند، در خیابانها رقصیدند. خبری از گشت ارشاد نبود. فرانسوی ها ضرب المثلی دارند که حرکت روز و شب 24 ساعت است و ساعت 25 ساعت مرگ است. به بیان ساده تر ساعت مرگ ایران بود. یک جمله برای این شخصیت بزرگ بنویس و برای دیدن مطالب تاریخی بیشتر پیج تاریخ مدرن رو فالو کن.